سلام به همه. به پاسیرکست خیلی خوش اومدین. همه چی از یک پیشنهاد کوچیک شروع شد. زینب جان گفتن که بیاین آثار مهرجویی رو با هم بررسی بکنیم. گفتم که چی؟ گفتم اینجوری دونه دونه آثار کارگردانا رو من بررسی کردم. الان به مهرجویی رسیدم میخوام بررسی کنم. گفتم باشه. آقا من نشستم بررسی کردم. خیلی خوب بررسی. من یه جوری همه فیلم ها رو کشیدم بیرون بررسی کردم. زینب هم من رو ندید. و گفتم من یه زحمت کشیدم. از اونجایی که ما همیشه دنبال یه کاری یا کاری باید انجام گفتم بیا ویدیو بگیریم. الان اینجوری شد که قرار راجع به آثار مهرجویی با هم صحبت بکنیم و یه ویدیو بگیریم. داریوش مهرجویی متولد سال 1318 بوده. تحصیلات خودش رو در رشته سینما ادامه میده تا جایی که میره خارج از کشور و آمریکا. تو آمریکا سینما میخونه؟ نه فلسفه میخونه. یهو تصمیم میگیره فلسفه بخونه. اصلا خیلی کار عجیبی میکنه. بعد برمیگرده ایران و چون تحت تاثیر فیلم‌های آمریکایی و فیلم‌های جیمز باندی میشه میاد الماس 33 رو میسازه که شما ندیدید. این جزء فیلمایی که گفتم از زیر خاکی من پیدا کردم. آره الماس 33 راحت پیدا نمیشه، یعنی باید بریم و نمیدونم یه جوری پیداش کنیم. چرا؟ چون در سال 1346 بوده. آره مال قبل از انقلابه. الماس 33 شکست خورد. چرا شکست خورد؟ چون که مردم نمیپسندیدن فرهنگ غربی و تو سینمای خودشون ببینن و تلفیق شده بود از سینمای غربی با در واقع سینمای فیلم فارسی و مردم رو نمیتونستن درک بکنن. ولی من دوست داشتم. من خودم به شخص این تلفیق رو دوست داشتم. حتما باید ازت بگیرم ببینم. حالا جزو 10 تا برترا نیست ولی به نظرم فیلم خوبیه. فیلم بعدی و مهرجویی میاد با آغاز موج نو سینما. آره دیگه. و فیلم گاو رو میسازه که بسیار برنده جوایز بسیار متعددی شده و اقتباسی بوده از داستان گاو فکر میکنم. گاو اصلا یکی از آثار خیلی مهم سینمای ایرانه. بله. یعنی نه تنها جزو آثار مهم مهرجویی، جزو آثار مهم موج نوه و سبک خاص خودش رو داره و داستانش هم داستانی هستش که گیرایی داره و بازیگرای خیلی خوبی توش بازی کردن، مثل آقای انتظامی، مثل آقای نصیریان که خیلی تاثیرگذار بودن توی روند فیلم و آقای مهرجویی با کسی مثل آقای نصیریان و آقای جمشید مشایخی هم در این فیلم حضور داشتن. آره. ولی متوجه نمیشیم کدومن. بعد که ماشاءالله جوونن. تغییر کرده. آره. تغییر کرده بودن. روحشون شاد. واقعا هم آقای عزت الله انتظامی هم آقای مهرجویی که از اساتید بودن هم آقای جمشید مشایخی خدا رحمتشون کنه، آقای مرتضی احمدی، استاد مرتضی احمدی خدا رحمتشون کنه. اثر گاو جزء اثرهای خیلی مهم آقای مهرجویی و داستانش هم کشش داره. خب آره. به خاطر همین به نظرم هر کسی تو هر رنج سنی هم باشه میتونه اون گاو رو ببینه. خب بعدش دیگه از آثار قبل انقلاب آقای هالو اقتباسی از خود در واقع نمایشنامه آقای هالو به نویسندگی استاد علی نصیریان و با بازی درخشان استاد علی نصیریان در نقش آقای هالو و عزت الله انتظامی در این فیلم 2 تا نقش رو بازی میکنه و به خوبی بازی میکنه. یعنی یه جوری بازی میکنه که اصلا نمیتونی تشخیص بدی 2 تا کاراکتر. و مثل جانی دپ که تو هر کاراکتری میشینه این توی فیلم هم من همچی حسی داشتم.
و خانم فخری خوربش. آها. فیلم که سال 1149 بوده. فیلم بعدی در سال 1151 به اسم پستچی، بازم با بازی درخشان استاد علی نصیریان بوده. فیلم نمیشه گفت خیلی قوی، نمیشه گفت ضعیفه، یه فیلم بینابینیه به نظر من. البته من آقای هالو و پستچی و آره دیگه الماس 33 رو ندیدم بچه‌ها، ولی راحت پیدا هم نمیشه، یعنی آره سخت میتونید پیدا بکنید. میگم منم ندیدمشون، نمیتونم ببین من کیم. آره گشته حسابی پیدا من کرده. کیم. بعد دایره مینا هم جز اثر بعدیشونه دیگه. آره آثار خیلی خوبه. منتظر بود برسه به دایره مینا. چون من دایره مینا رو اصلا سال 1157 اکران شده یا ساخته شده من متوجه نشدم، چون 7 سال توقیف بوده این فیلم. این فیلم سال 1300 فکر دقیق نمیدونم، نمیتونم الان بگم، فکر کنم 1352 ساخته شده. فکر میکنم تا 55 توقیف بوده. این چیز البته من باید داده رو شاید جمع‌آوری میکردم الان میگفتم، ولی میتونید سرچ بکنید و توی ویکی‌پدیا هست. ولی دایره مینا جز فیلم های خیلی مهم آقای مهرجویی، به خاطر اینکه میاد به انتقال خون به این موضوع میپردازه و خیلی موضوع مهمیه. حالا بعدا ما توی بررسی اثر مهمش به نظرم حتما به دایره مینا بپردازیم. بعد از اون که علموت قنات مدرسه‌ای که میرفتیم تسخیر شدگان، سفر به سرزمین آرتور رمبو هست که من ندیدم. ولی سفر به سرزمین آرتور رمبو فیلم مستند خیلی خوبی هم باید باشه احتمالاً، چون که تعریفش رو شنیدیم ولی اونم پیدا نکردم. زندگی آرتور رمبو. آره همونجا هم فیلم برداری کردم، چون من اینا رو پیدا نکردم. من پیدا نکردم. البته مدرسه که میرفتیم رو به تازگی پیدا کردم. کجا؟ آره تو یوتیوب. آره. اون موقع ما دسترسی به یوتیوب نداشتیم، شاید الان سرچ کنیم بتونیم. الان میتونیم ببینیم. حالا دیدیم اگه جای صحبت کردن داشت میشد میایم راجعش صحبت میکنیم. اجاره نشین ها سال 1365. آره جزء آثار کمدی خوب آقای مهرجویی. 2 تا کار داره آقای مهرجویی که تقریبا میشه گفت که حالا سبک کمدی هم داره و رئاله. اجاره نشین ها و مهمان مامان که هم خنده ایجاد میکنه برای مخاطب، هم مخاطب خیلی دوستش داره، هم به لحاظ ساختی، به لحاظ ساختاری و فیلمنامه‌ای قوی هم اجاره نشین ها هم مهمان مامان. بعد ما وقتی که میخوایم اثر رو بررسی کنیم یه وقتی هست ممکنه یه کاری به لحاظ ساختی باشه ولی ما دوستش نداشته باشیم، یه وقتی هست ممکنه ما یه کاری به لحاظ ساختی خوب نباشه ولی دوستش داشته باشیم. خب اینا رو باید بتونیم توی نقد فیلم اصلا تفکیک کنیم. یعنی وقتی که ما میگیم یه اثر من اینو خیلی شنیدم، مثلا میگن فلان فیلم خوبیه، در حالی که فیلم به لحاظ خیلی لحاظها ایراد داره. مثلا چندین چیز هست، پارامتر هست که ما بررسی میکنیم توی نقد فیلم. خب ولی اون فیلمی بوده که دوستش داشتن. خب و فیلمی بوده که در موردش گفتن فیلم خوبی نیست، در حالی که فیلم به لحاظ ساختی و خیلی چیزها خوب بوده ولی فیلمی بوده که دوستش نداشتن. ما باید بتونیم اینو تفکیک کنیم. ولی خب اجاره نشین ها و مهمان مامان جفتشون فیلم های خوبی هستن، یعنی هم به لحاظ ساختی فیلم خوبی هستن، فیلم برداری، تدوین، صداگذاری، کارگردانی، بازیگری، هم به لحاظ اینکه تونستن مخاطبین زیادی رو به خودشون جذب کنن. بله. بعدی سال 1166 فیلم شیرک اثر هنری ریتم کندی داره، داستانش همه پسند نیست ولی خوبه، فیلم خوبیه برای کسایی که فیلم بین هستن. میتونه فیلم خوب و قابل تأملی باشه، ولی برای کسایی که فیلم بین نیستن یه ذره اذیت کننده ریتمش دیگه به خاطر ریتمش یه ذره اذیت کننده و حوصله سربر خواهد بود. هامون این زن حق منه، سهم منه زینب. 1368 بازی درخشان خسرو شکیبایی و بیتا فرحی. بیتا فرحی خیلی ها بودن تو هامون
جوان بودن مثل سیما تیرانداز. سیما تیرانداز خیلی جوان بوده و نقش خیلی کوچیکی داشته ولی اصلا یه آثاری ساخته. واقعا آقای مهرجویی اصلا از قبل انقلاب که حالا به غیر از فاکتورگیری حالا چند تا اثرش دارد مثل پستچی، واقعا نگاه کنید چه اثرایی ساخته بوده. خیلی خفن بودن. خیلی. و یعنی هم هامون، هم اجاره نشینا، هم دایره مینا، هم گاو. اونایی که من دیدم در مورد قبل شیرک، واقعا اون زمان تو شیرک یه حیوانی رو اومدن درست کردن خب و انقدر طبیعی درست کردن من واقعا فکر می‌کردم حیوان رو کشتن، در حالی که حیوان نبوده، ساخته بوده. خیلی اون سال انقدر طبیعی در آورده بودنش. خیلی فیلم‌های خوبی بودن. فیلم هامون هم فیلم خوبیه، یعنی هم به لحاظ ساختاری خوبه هم به لحاظ مخاطب رو تونسته بکشونه. و سال 1370 میشه بانو. نه بانو هم من ندیدم. بانو رو زینب ندیده و من دیدم. خیلی فیلم قشنگیه، انقدر فیلم جذابی بود که حتی یه سری صحنه هاشو من دوست دارم دوباره برم از اول بشینم فیلمو ببینم. خیلی نمیخوام اسپویلش بکنم ولی یه جورایی انگار که یک سری انگل، اگه بخوام اسمشو بذارم شاید درست نباشه، یه کلمه دیگه براش داشته باشم بهتر باشه، ولی انگار یه سری انگل وارد بدن میزبان میشن و با این تفاوت که میزبان دوستشون داره. جالب. و دوست نداره از دستشون بوده، ترس از دست دادن داره و دوست داره اونا باشن. با اینکه میبینه داره ذره ذره از وجودش رو میخوره، کم میکنه، باز با اون حال دوست داره که اینا باشن. حالا فیلم رو باید ببینیم و باز هم بازی درخشان استاد انتظامی و شکیبایی. بله استاد شکیبایی خیلی کمه توی این فیلم. یه ذره اول فیلم و یه ذره آخر فیلم. بیشتر خانم سیما تیرانداز در این فیلم بازی میکنن. گوهر خیراندیش، فردوس کاویانی. آره من تیکایی از این فیلم رو دیدم که آقای کاویانی و خانم خیراندیش هستن. خیلی فیلم خوبی به نظرم میومد ولی باید بگم پیداش کنم بانو رو هم. بانو رو هم من بانو رو کجا هست؟ بانو خیلی آره بانو هست. بگم بانو خیلی راحت پیدا میشه. بعدی چیه؟ کاراگاه یحیی که ندیدم. بعدی سارا سال 1371. میدونی چه اتفاقی میفته؟ آقای مهرجویی سارا، پری و لیلا رو سه تاشون دقت کردی اسم خانومه؟ آره. سه تا شخصیت مهم هستن. سارا که توی فیلم سارا شخصیت اصلیه، پری توی فیلم پری شخصیت اصلیه و لیلا هم توی فیلم لیلا شخصیت اصلیه. هر کدومشون یک دغدغه‌ای دارن. توی فیلم پری انگار دغدغه فلسفی داره، درونی داره، ولی سارا و لیلا هم درونی هستن و دچار تحول میشن کاراکتراش، اما خب به لحاظ اجتماعی هم سختی‌هایی که بهشون وارده رو نشون میده. من فیلماشو دوست داشتم، سه تا خانم‌ها رو دوست داشتم، ولی فیلم پری فکر می‌کنم فیلمیه که مخاطب عامو نمیتونه جذب کنه. نه نمیتونه. آره. و من دروغ چرا پری رو دوست نداشتم. من واقعا با سختی دیدم و نه اینکه فیلم بدی باشه، خیلی ریتم کندی داره، یه سری جاها میتونه اصلا نباشه توی فیلم. خب اینا هم ایراده دیگه. آره دیگه. ببینیم ایرادای کارو. سارا، پری، لیلا هم جز اون 10 تا آثاری که ما پسندیدیم. درخت گلابی که خیلی اشتباه میگیرم با کار آقای عباس کیارستمی به اسم طعم گیلاس. چرا؟ چون بازیگر نقش اولش آقای همایون یک نفره. خدا رحمتشون. یک نفره فقط به خاطر این و چون گیلاس داره، اون درخت داره، چون درخت داره، بعد اون گلابیه، این گیلاسه، گیه داره، جفتش گیه داره. آفرین، من دقت نکرده بودم.
چمن گلابی هم جزو آثار مهم آقای مهرجوییه و درونیات یک کاراکتر رو میاد بررسی میکنه. اولین بازی گلشیفته فرهادی توی دقیقاً فیلم بوده. اولین بار جلوی دوربین آقای مهرجویی رفت. بابا چه خفن. خوش بالش. عرضم حضور شما که سال 1378 مهرجویی با فیلم میکس نشون داد که سینما چقدر پروسه پیچیده و سختی. خیلی. به خصوص سینمای اون زمان که دوربینا دیجیتال نبوده، آنالوگ بوده و چه داستانایی داشته، چجوری روش صداگذاری میکردن. خیلی آره. برای کسایی که علاقه‌مندن به سینما و میخوام بدونن که چه سختیایی داره، به نظرم دیدنش خالی از لطف نیست. آره فیلم بعدی نیست. آره. بعدی چیه؟ مولوسکورپوس رو ندیدم. 1370 اصلا نمیدونم درستم خوندم یا نه. آره از یه جایی در آوردم، اصلا نمیدونم برای مهرجویی هست یا نه. حتی میگم اون موقعی که من اینا رو در آوردم ویکی‌پدیا نبوده. بمانی سال 1380 ساخته شده، راجع به زنان و دخترانی که مورد ظلم و ستم بزرگتراشون و مردها قرار میگیرن که باعث میشه خودسوزی بکنن و خیلی فیلم دردناکیه. اصلا راجبش صحبت نکنیم خیلی بهتره. اگه دوست دارید برید ببینید. و اما مهمان مامان سال 1382 سال میشه ولی فیلمش کهنه نمیشه، به خاطر اینکه میدونی یک دلیل مهمش متنشه که مال آقای هوشنگ مرادی کرمانیه. ایشون خیلی برای من عزیزن، خیلی واقعا دوستشون دارم. واقعا اثراتی که دارن، اثرهایی که دارن خیلی انگار همه پسنده و در همه زمانها انگار جواب میده. میدونی مثل قصه های مجید که اونم مال آقای هوشنگ مرادی کرمانی خیلی تاثیر داره، ولی بازی خوب بازیگر، ببین بازیگرا در جای درست به نظرم قرار گرفتن و خیلی خوب، خیلی کار خوبیه مهمان ما. سنتوری هم همینطور. سنتوری هم خیلی جنجالی شد فیلمش که سال چند 85. اتفاقا من یادم اون موقع اصلا انگار تازه مد شده بود این قضیه کمپ اعتیاد و انی و این داستانا تازه انگار مد شده بود. مثلا انگار قبلش مردم نمیدونستن یا نبود، نمیدونم، ولی من یادمه که بولد شده بود. آره ببین حالا اینا خیلی فیلم های به تایم الان بخوایم نگاه کنیم خیلی قدیمی هست دیگه. 85 10 سال پیشه. بیشتر. اوه 20 سال پیشه. یا ابوالفضل 20 سال پیشه. راست میگی بابا کجای کاری. خیلی قدیمیه سنتوری. 95 میشه در بازیگرا چرا هیچیشون نمیشه؟ ببخشید معذرت میخوام، منظورم اینه که اصلا عوض نمیشن. باور کن الان تو نگاه کن تو لیلا، خانم لیلا حاتمی چه شکلی بوده. شما هم خیلی خوب میمونی. و الانم همون شکلی. از خانم لیلا حاتمی از اون کوچولویی در طفولیت که داشتن بازی میکردن چهرهش همونه. ولی واقعا بازیگران ماشاءالله خیلیشون خوب موندن. خیلی خوبه. از چیه؟ واقعا نمیشد سنتوری. آخه میدونی یکی مثل سنتوری بازیگرش بهرام رادانه و بهرام رادانه هم اصلا تکون نخورده. گلشیفته فرهانی هم تکون نخورده. ماشاءالله بهتر شدن همشون. ماشاءالله بازیگر خوب. ولی سنتوری هم فیلمی بود که جنجال رو کرد به خاطر موضوعش در مورد اعتیاده و شرایطی که ایران داره حالا و یک خانواده رو نقض کرد و خیلی حاشیه داشت. ما میتونیم به سنتوری حاشیه‌اش داستان اوج و فرود در واقع یک انسانی که خودش رو بدبخت کرد. یعنی قشنگ نشون داد که یک اعتیاد چجوری میتونه خانمانسوز باشه. سنتوری فیلم خیلی خوبیه. آدم لمس میکنه.
بعد آسمان محبوب من محبوب من خیلی فلسفیه و میشه گفت یک در یک کلام میشه گفت در جستجوی معنای زندگی. جالبه. آره. همین الان خودم در من کیم ببین من کیم. همدانا رو ندیدم. سال 89 ساختن. نارنجی پوش رو سال 1390 ساختن. آره نارنجی پوش فیلمیه که من خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه به دغدغه‌ای که دارم پرداخته و من خیلی دغدغه محیط زیست رو دارم، خیلی دغدغه فضای زندگی رو دارم و به نظرم ذهن ماها خیلی شلوغه به خاطر داده ها و به خاطر محیط و اینا هم هست. نارنجی پوش به این من پس میپردازه جزء آثار تاثیرگذار آقای مهرجوییه و به خاطر همین ما این اثر رو جزء آثار مهمش قرار دادیم، چون که اصلا فکر میکنم بعد از این فیلم بود که به کسانی که رفتگر بودن دیگه میگفتن نارنجی پوش و اصلا جا افتاد واژش. ولی فکر میکنم چون چه سالی بوده؟ 90. خیلی وقته، اینم برای 15 سال پیشه. درست گفتید. این سری درست گفتم. آره اصلا باورم نمیشد 20 ساله. خیلی زمان زیادی. خودم هم اصلا یه لحظه اینجوری بعد گفتی میدونی چی شد؟ گفتی کم ترک اعتیاد. بعد من یادم که اصلا یادم نمیومد که مثلا کی یه چنین چیزی بولد شده، اصلا خاطرم نبود. بعد گفتم 10 سال پیش که تو ذهنم اومد بولد بوده چجوری؟ بعد 20 سال پیش بوده دیگه. نه 20 سال نارنجی پوشم برای 15 سال پیشه و فکر میکنم حتی الان هم خوبه که به نمایش در بیاد. آره بابا پسره که تو نارنجی پوش داره بازی میکنه پسر چیزه توی سریال مهران مدیری هیولا، اون پسره که چیز میکرد عروسک بازی میکرد. ببین چقدر بزرگ شده. خدا. ولی خانم ماشاءالله خانم لیلا حاتمی هنوز هم گوش نخورده اصلا تکونم. انقدر من خانم لیلا حاتمی دوستش دارم. بعد به معصومه جان میگفتم لیلا حاتمی و حامد بهداد در کنار هم واقعا یه زوج خوبن. جفتشون دوست دارم، من کنار هم خیلی خوبن. ولی حامد بهداد شکسته شده. آره ولی خانم لیلا حاتمی اصلا ماشاءالله آقا. بعد دیگه و اما فیلم سال 1391 چه خوبه که برگشتی. من ندیدم این فیلمو ولی چه خوبه که ندیدی. معصومه جان دوستش نداشته اصلا. یک فیلمی بود که ضعف داستانی داشت و بازیگراش هم بیشتر گیشه پرکن بودن دیگه. آره حامد بهداد و کی بوده؟ حامد بهداد، رضا عطاران، مهناز افشار. اشباه سال 1392. اقتباسی از نمایشنامه اشباه اثر ایبسن. خیلی فیلمنامش باحاله ولی خیلی دغدغه حال حاضر جامعه نیست، به خاطر هم جزء فیلم‌های مهم به حساب نمیاد. میتونست به لحاظ فیلم برداری و تدوین هم یه مقدار متفاوت‌تر باشه و به لحاظ بازیگری میتونست بهتر باشه. اما خب فیلمی که به لحاظ داستانی خیلی خوبه. و میرسیم به آخرین فیلم استاد. چرا زدم 98؟ شاید سال 98 لامینور ساخته. اصلا نمیدونم چه سالی ساخته شده. 98 تو در چون توقیف هم بوده. آره لامینور. لامینور 402 ما میگیم. 402 به نمایش در اومد. آره 402 این نمیدونم. آقای مهرجویی سال آره فکر کنم 401 به نمایش در اومد. 402 آقای مهرجویی فوت کردن. آره متاسفانه. ولی لامینور بچه‌ها جزء آثار به لحاظ ساختی جزء آثار ضعیف حساب میاد، اما به لحاظ جنجالی خیلی جنجال داره، خیلی حاشیه داشته. فیلمنامه قوی داره. فیلمنامه‌ش هم میشه گفت نه یعنی بیسش خوبه، طرحش خوبه. آفرین طرحش خوبه. طرحش خوبه اما
میتونست فیلمنامه بهتر باشه. به لحاظ اجرایی خیلی از لحاظ فنی، فیلمبرداری، تدوین و انتخاب بازیگر بزرگترین ضربه رو خوردیم. و یه آثاری هم داره تهران که نمیدونم سال چند ساخته شده. بعد 2 تا اپیزود اولش رو استاد مرشوی ساخته، اپیزود دومش رو کس دیگه ای ساخته و ظاهرا اپیزود دومش رو بقیه دیدن، چون بازیگرای رضا یزدانی و برزو ارجمند و تنها سبا-طبایی. اونم خیلی سنم پایین بود، فکر کنم برای خیلی وقت میشه. آره چون فکر کنم دهه 80 باشه حتی. بعد خیلی خاطرم نیست، فقط یه چیز کلی خاطرم هست. خب به نظرم آثار برتر مهرجویی رو هم یه مرور بکنیم. حتما آثار برتر مهرجویی از نظر ما البته گاو، دایره مینا، اجاره نشین ها، هامون، بانو، لیلا، درخت گلابی، مهمان مامان، سنتوری و نارنجی پوشه. حالا اگر کارگردانای دیگر هم بخواستیم، هر کارگردانی که پیشنهادتون بود بهمون بگید. ما البته آثار مهم مهرجویی رو هم بررسی خواهیم کرد. بله، آثار مهم مهرجویی از این 10 تا 1-2 تاش رو قطعا اپیزود جداگونه خواهیم گذاشت. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد ما رو به دوستاتون معرفی بکنید، لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. خیلی به ما کمک میکنه و هر کارگردانی هم دوست داشتید داستانش رو بررسی کنیم حتما تو کامنت رو بهمون بگید. دوستتون داریم خیلی زیاد. مواظب خودتون باشید. خداحافظ. اگه از این دیره به قول من دیره بشماریم. مثلا ما خیلی گروه زیادی داریم، اگه داشتیم الان 20 ساعت گفت تمامش کنیم. تمام شد. چرا میخندیم؟ به خودم فقط چای خوردیم. فیلمایی هستن که مهمن چون تأثیر روی جامعه گذاشتن و حالا به لحاظ ساختی هم ممکنه بعضی از اینها ایراداتی داشته باشن، اما خب به لحاظ تاثیرگذاری به چی نخندیم؟ خاک سرم واسه چی نگوهم؟ نمیدونم خندیم. خب یه خندم باشه. آقا ما خیلی داستانا داشتیم. کار داشتم دقتی کردم. یه گفتم نکنم دوباره کات. ما داستانای سر این ضبط داشتیم، دوربین خاموش شد، مجبور شدیم دوباره این تیکه رو بگیریم. بعد کلی هم صحبت کرده بودیم، بخاطر دیگه کشش نداریم. نمیفهمیم، یادمون نمیاد چی گفتیم. ولی آره من فردا برم سر ضبط. میشه برم سر تمرین. قاطی کردیم. خداحافظ.